نومید شوم اگر دوباره با این همه شوق و شور و ادراک، با این همه رای دلشناسی، با این دل آتشین بیباک. سلام و درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید عاشقان شیدای ادبیات معاصر تاجیک و شعر شکربار استاد لایق شیرعلی. با معناهای نو مهمان خانه شما هستیم. مهمان امروزی برنامه آفتاباران، نامزد علمهای فیلولوژی، دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورов، استاد عزیزمون مولانا و مطرب خانه هستند. استاد خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران و شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم. سلامت باشید. تشکر. میخواستیم در برنامه امروزه یکی از دردانه های استاد لایق را شرح و تفسیر میفرمودید. این شعر کتاب سنگین بود. میخواستیم آن معناهای دامداری که بینندگانی ما خواننده عادی در وقت قرائت آن درک نمی کند با بینندگانی گرامی ما شرح و تفسیر میفرمودید. تشکر گلهیا جان. واقعا استاد لایق شیرعلی از شاعرانی خیلی ممتاز و نادر گفتاری تاجیک است که در اشعارش تمامی موضوعها را به کار گرفته است. وقتی که ما شعرهای استاد لایق را میخوانیم ما شاهد آن میگردیم که با چه محبوبیت، با چه محبت خاصه استاد لایق در اشعار خود موضوعهای فلسفی، موضوعهای تاریخی، موضوعهای عشقی، موضوعهای اخلاقی و موضوعهای فرهنگی و اجتماعی را انعکاس کردند. واقعا وقتی که ما درباره لایق سخن میکنیم، درباره اشعار لایق از کسی سوال میکنیم، اولین شده درباره شعرهای عاشقانه استاد لایق به ما سخن میکند. واقعا استاد لایق شیرعلی بسیار شعرهای عاشقانه را در درجه بلند ایجاد کرده است. یا که وقتی درباره مسائل های تاریخی ما سخن میکنیم میبینیم که در اشعار استادی سخن درباره تاریخ تاجیکان، درباره دولتداری سامانیان یا درباره تاریخ شهرهای سمرقند و بخارا استاد چقدر با محبت سخن کردند. ولی آن کس به هر مسئله که رجوع کرده باشند جوهری همون مسئله را مسئله های اخلاقی فرا گرفتند. بسیار شعرهای هستند که استاد درباره صفتهای خوب انسانی سخن کردند و یا برعکس در مذمت خصلتهای زشت انسانی گفتند. اکثری شعرهایی که به موضوع اخلاقی بخشیده شدند به ماهیت هستی انسان بخشیده شدند و این شعری که ما انتخاب کردیم کتاب سنگین هم به مسئله اخلاقی بخشیده شده است. خب استاد لایق شیرعلی در این شعر درباره چهار چیزی که آنها هیچگاه از بین نمی روند. دو سنگی که در آنها نوشتجات هست و دو چوبی بسیار سخت و مستحکم سخن می کنند که در آنها بیت‌های بسیار خوب، بیت‌های اخلاقی کندکاری کرده شدند. در قسمت اول مؤلف درباره سنگ قبری سخن می کند که در بالای آن نوشتجات هست، یعنی آن نوشتجات وابسته است به همین حیات هر روزه ما، درباره ماهیت هستی انسان، درباره تولد و مرگ انسان و آن چنین آغاز می شود: برای سنگ قبری خاکساره چونین حق گشته بیتی آبداره. یعنی مؤلف میگوید که به قبرستان می رود و بین دیگر سنگ ها یک سنگ را می بیند، مزاری یعنی قبری که بسیار خاکسار است و در آنجا یک نوشتجات را می بیند که در آن گفته شده است:
مرا با خواهش من نافریدند ولی با خواهش خود هم نمردم. یعنی اگر هم تو عادی معنی این بیت رو چی کنیم شرح دهیم، این معلوم است به همگان که انسان را خداوند می آفرد و مرگ انسان هم در دست او نیست. یعنی زندگی کردن یا ففتیدن انسان با خواهش خودی او صورت نمی گیرد. در نظر اول همین خیلی می نماید که این بسیار یک بیت ساده است، بسیار یک بیت عادی است، ولی ما توجه میکنیم به ادامه این بیت. هر آن چیزی که از دنیا گرفتم به آن دنیا باز چون قرضش سپردم. یعنی اینجا شاعر چی گفتن میخواهد؟ شاعر میگوید که وقتی که خداوند به انسان زندگی عطا میکند باید انسان هر لحظه آن را درست استفاده برد. بله. ما بیشتر زندگی خود را برای جمع آوردن ثروت مال دنیا صرف میکنیم. بله. متاسفانه. لیکن اینجا شاعر میگوید که هر چیزی که ما در دوام همین زندگی خود جمع آوری میکنیم اون به ما از دنیا به مثل قرض است و وقتی که ما از این دنیا میرویم ما آن قرض ها را به دنیا باز میگردانیم. یعنی ما خیلی که به هیچ چیز با دست خالی به این دنیا می آییم، همین طور از این دنیا می رویم. برای همین انسان باید هر لحظه ای که خداوند به او داده است درست استفاده برد. بله. هرچند که بین مردم میگویند بعضی ها رو میبینید که خیلی کم عمر میبینند، مثلا 30 سال 40 سال، متاسفانه خیلی عمری کم میبینند، لیکن در دوام همین عمری دیدهشان میبینید که خیلی دولتمند گشتند. وقتی که این نفرها وفات میکنند میگویند که خیر همین آن چیزی که از او میراث ماند این به فرزندانش میرسد. درست است، لیکن اینجا باز یک نکته مهم آن است که وقتی که خداوند هر انسان را می آفرد با رزق ازلیش می آفرد و انسان باید همین روزگار خود را، همین زندگی خود را طوری بر جا گذارد که آن همیشه با خوشنودی باشد، با آسایشتگی باشد، نه با آن باشد که همیشه در تکاپوی جستجوی دولت و ثروت گذرد. و ما میبینیم که در بند دیگر شاعر همین نکته را باز ادامه میدهد. میگوید که به سنگ آب شسته لیس و هموار چونین لوح است از یاری وفادار. میگوید که باز یک سنگ دیگر را دیدم، یک سنگ آب شسته را دیدم که این چندین برف و باران ها را دیده است و در آنجا یک چند بیت را مشاهده کردم که در آن آورده شده است. به طوری قله ها فریاد کردم، جوانی تو را من یاد کردم، نه تو باز آمدی و نه جوانی، به بیت سنگ را آباد کردم. یعنی اینجا چی گفتن میخواهد؟ میگوید که در سنگ دیگر دیدم که یک نفر نوشته است به قله کوه برآمدم و فریاد کردم. او کی را فریاد میکند؟ این همان یاری گم کرده خود را فریاد میکند. تو را فریاد کردم و برابری تو جوانی خود را فریاد کردم. این قله از همه جای بلندترین کوه است. وقتی که ما از بالا فریاد میکنیم آواز ما را بجز خود ما دیگر کسی نمیشنوه. بله. و میگوید که من فریاد کردم ولی متاسفانه میگوید نه تو را دیگر پیدا کردم و نه جوانی خود را پیدا کردم. بله. واقعا استاد هر یک شعر یا غزل استاد لایق را وقتی قرائت میکنیم فکر میکنیم که در زمان حاضر در همین زمان گویا نوشته شده باشد، یعنی مطابقت با زمان حاضر دارد. مهمیت این شعر را به زمان معاصر در چی میدانید؟ من اینجا گفتن میخواهم که تمام شعرهایی که استاد لایق شیرعلی گفتند اینها دوام 100 ساله و 1000 ساله ها مهمیت خود را گم نخواهند کرد. زیرا در این شعر
اساسی هستی زندگی انسان نگاه شده است. انسان از همان دوره‌ای که پیدا شده بود و تا امروز ان همین مسئله هستی وجود دارد. در ان همین بیت هایی که من حاضر گفتم درباره جوانی، باز یک نکته را می خواهم وابسته به همین سوال شما شرح دهم که متاسفانه وقتی که زن و شوهر همراه هستند، آنها از همدیگر بسیار خاطرشان جمع است. زندگی میکنند تا همون خداوند اگر رساند تا دوره پیرانسالی میرسند، ولی به قدری ان همین جوانی خیش بسیار کم میرسند. و وقتی که آدم به پیری میرسد یا از همدیگر جدا میشود و آن وقت فکر میکند ان همون با هم ساختن ها، با همون با همدیگر ساختن ها، هم فکری ها، قدری نعمت بعدی نعمت. درست. این مسئله جاویدانه است. مسئله است که هیچگاه از ادبیات، هیچگاه از حیات ما نمی رود. و اینجا هم منظور شاعر از آن عبارت است که می خواهد گوید که حالا که ما در همین مرحله معینی حیات هستیم، باید که همون درست استفاده بریم. وقتی پیر شویم بعد به قدر جوانی نرسیم. بله. یعنی هر لحظه حیات، هر مرحله حیات که خداوند برای انسان آن را مناسب دیده است، باید طوری گذرد که از آن خاطره های نیک باشد. بله. آن با یک محبت گذرد و زندگی ما همیشه باید با باوری، با آن که به قدر همدیگر میرسیم، باید ان همین خیل گذرد. متاسفانه امروز بسیار ارزش های عائلوی، بسیار ارزش های همسری از بین رفته ایستاده است. من فکر میکنم که همین شعرهای استاد لایق باز مردم را به فکر کردن وادار خواهند کرد. بله. خب در قسمت دیگری شعر آمده است: بدیدم در یک بالار خانه، چونین دو بیتی از استا نشانه. بیا مهمان من شو ای برادر، گلستان کن دم کاشانه من. بیا هرگاه دستی خالی اما دلی خالی نیا بر خانه من. منظوری شاعر این است که میگوید وقتی یک استای در همین بالار خانه، یعنی این بالار یک چیز تخته هست که در سقف خانه می نشانند، در همانجا یک استای گویا نوشته است که وقتی که به خانه انسان مهمان می آید، دوست می آید، خانه آدم به مثل گلستان می شود. یعنی ما می دانیم گلستان آن جایی که گلهای رنگارنگ می رویند، وقتی انسان می نگرد از آن دلش گشوده می شود. وقتی که انسان‌های خوب به خانه شما می آیند یا به خانه ما مهمان می شوند، خانه ما هم از همین انسان‌ها به مانند همین گلستان می شود. یعنی آن پر می شود. شما می دانید که متاسفانه بعضی انسان‌ها یا خانه‌های بسیار با حشمت دارند، خانه‌های بسیار خوب دارند، اما در آنجا همگی تنها زندگی می کنند، خالی است. و یا برعکس در خانه های بسیار خرد چقدر خوشبختی هست، چقدر مردم با سعادت زندگی میکنن. بله. اینجا هرچند که گویا که ظاهرا معنی های عادی است، لیکن شاعر در زیر هر یک مصرع، زیر هر یک بیت بسیار مسئله های مهمی حیاتی امروزی ما را گذاشته است. و بیت دیگر میگوید بیا هرگاه دستی خالی اما دلی خالی نیا بر خانه من. میگوید که به من مهم نیست که تو با خود چیزی میاری، با دست خالی بیا، لیکن مهم آن است که دلی خالی نباشد. بله. دلی خالی به کدام معنی است؟ دلی خالی آن دلی است که در آن محبت نیست،
صمیمیت نیست، صداقت نیست. یعنی وقتی که انسان‌هایی که شما را دوست می‌دارند، وقتی انسان‌هایی که به شما یا فرزندان شما، به خانواده شما محبت دارند، به خانه شما می‌آیند، در خانه شما شادی و سرور می‌افزاید. بله، واقعاً اینجا مرادی شاعرم آن است که همین این خانه‌های ما که بر هوا هستند و زیبا هستند، با انسان، با آدم‌ها بیشتر باز زیباتر می شوند. و هر روز انسان اگر با تنهایی گذرد چگونه است و با انسان‌های خوب گذرد چگونه است. و ما باید همین دل‌های خودمون را برای نزدیکان خودمون، برای پیوندان خودمون باز نماییم. خب در قسمت دیگر شعر آمده است: به دوری شهستونی خانقاهه، چونین شهبید از عاقل گواهه. یعنی ما میدانیم خانقاه این جایی است که در مسجدها، خانه هایی که نزدیک هستند و در آنجا شیخان، امامان زندگی میکردند و در آنجا همیشه آنها به طاعت و عبادت، به خواندن قرآن مشغول میگشتند. یعنی این جایهای خیلی پاک هستند. و اینجا شاعر میگوید که من یک شهستونی را در همین خانقاه دیدم که یک انسان عاقل، یک انسان خردمند، دانشمند در آن نوشته است: نمی ارزد برای مال و منصب، برادرزاده بفریبد برادر. چو ما فرزند کوههای بلندیم، به ما پستی نمی زیبد برادر. اینجا میگوید که متاسفانه در هر دور و زمان، این فقط دور و زمانی ما رو در نظر ندارد. بله. استاد لایق، در هر دور و زمان انسان ها برای آن که مال و منصب به دست آرند، دولتشان افزون کنند، با همدیگر در جدال بودند، در مبارزه بودند. و اینجا میگوید که نمی زیبد که یک تاجیک با برادری خود یا با خواهری خود، با همکاری خود یا دوست خود برای به دست آوردن دولت یا ثروت یا منصب مبارزه برد. زیرا که همه این چیزهای بی‌بقا هستند. مهم برای انسان همین دوست داشتن همدیگر، محبت داشتن به همدیگر است. و در همین خاتمه گفته است که ما فرزند کوههای بلندیم، به ما پستی نمی زیبد برادر. یعنی میگوید که تاجیکان، در اطراف تاجیکان کوههای سر به فلک کشیده هستند. بله. و ما اجدادانی بسیار بزرگ داریم و به ما پستی کردن برای چند به دست آوردن مبلغ دولت، سولت، ثروت، به ما همین کارهای پست را کردن، از گریبان همدیگر گرفتن، با همدیگر مبارزه بردن، این زیبنده نیست. خب وقتی که ما توجه میکنیم پوره به همین 4 بند شعر، ما میبینیم که استاد لایق در همین 4 بندی شعر تمامی لحظه های حیات انسان خیلی با رنگ آمیزی های نجیبه به تصویر گرفته است. از همون دوره تولد آغاز می کند. می گوید که انسان باید داند که خداوند و را برای چی آفریده است و باید چه خیلی زندگی کند و با دوستان باید چگونه مناسبت کند، با مهمانان، با عزیزان، با پیوندان خودش چگونه باشد. و همین عجایب بیتی لایق شیرالی هم در آن است که در همین مصره، در همین بند اول الکی میگوید که ما باید دانیم که ما به هیچ چیز از این دنیا می رویم. برای همین مهمترین چیز این مهر است، محبت است که در تمام اشعار شاعر زنده یاد ترنم شده است و این مهر و محبت است که زندگی ما را بسیار خوش و زیبا می گذراند.
ташаккури зиёд устоди азиз. Бисёр суҳбати самимӣ буд. ҳолон ки вақти барномаи Офтоборон ба охир расид, мо таҳиягарони барнома инчунин бинандагони гиромии мо низ мехоҳанд, хоста истодаанд ки барнома давом кашад ва итминон дорам ки дар барномаҳои оянда оиди ин мавзӯъ боз бармегардем. Барои суҳбати гарму самимӣ изҳори миннатдории аҳли таҳиягаронии барномаро мерасонам. хуш омадед устоди азиз ба ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум. саломат бошед. Саломат бош. ташаккур. қурбони он дилам ки қурбони одам аст, ҷонам фидои одаме ки ҷони одам аст. ман ҳарчи ҷамъ оварам дар рӯзгори хеш, аз баҳри рӯзгори парешони одам аст. воқеан мероси илмиву адабии устод Лоиқ Шералӣ моро водор месозад ки дар ҳар барнома яке аз мавзӯъҳои ашъори устод Лоиқро интихоб намуда баҳри шумо ғизои маънавӣ пешниҳод созем. То барномаҳои оянда саломату сарбуланд бимонед. хайр азизон.